هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی جشن نوروز بین المللی صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. صدقاً آرزومندم که بهار و جشن فرخنده نوروز امسال و سالهای دیگر به کشور بیشتاسای ما شادی و نشاط، گشایش و دستاوردهای نو و برکت و فراوانی آورد. نوروز که در سرنوشت ملت ما و تمام میراثبران این گنجینه بی‌بهای باستانی نقش برجسته دارد. همچون پدیده ناتکرار فرهنگی و تمدنی در عین زمان جهانی شده، طی هزار سالها انسانها را به تحمل گرایی و همدیگر فهمی، وحدت و دوستی، سازندگی و آفرندگی برای ایجاد و بنیاد زندگی بهتر، دوست داشتن حیات و طبیعت هدایت کرده است. ما افتخار داریم که بعد صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیزمان این جشن بزرگ اجدادیمان را عمر دوباره بخشیده به سطح بین المللی رسانیدن مقام آن را تأمین کردیم و این آیین دیرینه نیاگانمان را هر سال در سراسر مملکت با اشتراک تمام ساکنان کشور تجلیل می نماییم. جهانی شدن نوروز ما وارثان این جشن باستانی را وادار می سازد که در برابر افتخار کردن از این آیین دیرینه برای من بعد احیا نمودن و رواج دادن سنت‌های اخلاقی و معنوی و فرهنگی آن بیشتر کوشش نماییم و جهت به اهل بشر بازم بهتر معرفی نمودن فضیلت‌های انسان پرورانه نوروز پیوسته سعی و تلاش ورزیم. وابسته به این خاطررسان می سازم که ارزگزاری به گذشته پر افتخار برای تشکل معنویات نسل‌های امروز و آینده نقش کلیدی دارد. از نو زنده گردانیدن رسم و آیین‌ها، سنت و عنعنه‌ها و لباس‌های ملی، مراسم و جشن‌های باستانی از جمله سده، نوروز، تیرگان، مهرگان و برقرارسازی نام‌های جغرافی و تاریخی سرزمین کهن بنیادمان و تقویت حافظه تاریخی و حس ملی مردم کشور و مخصوصاً نورسان و جوانان مساعدت می نماید. باعث قناعتمندی زیاد است که در برابر احیا نمودن سنت‌های نوروزی مردم زحمت پیشه و سازنده ما طبق عنعنه نیک گلگشت و باغ‌های نو بنیاد می کنند. در واقع نهالشنانی و گلگردانی و گلشنانی از جمله مهمترین پدیده‌های زیبایی پرستی فرهنگ نوروز است که نمونه آن در سیمای پایتخت کشور عزیزمان روشن نمودار می باشد. نوروز پیش از همه جشن کشاورزان است و آن را از همه بیشتر دهقانان انتظار می کشند. مردم ما در برابر تنتنه‌های نوروزی با کشت و کار بهاری مشغول می شوند. با نیت نیک به زمین دانه رزق و روزی می کارند. نهال می شانند و دیگر کارهای بهاری را آغاز می کنند. فضیلت نوروز همچون جشن پیوند انسان با طبیعت در وسعت عملهای سازندگی و آبادکاری افاده می یابد. از این رو
مردم ما چون انعنه به پیشواز نوروز منزل و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تازه و آباد می کنند. زیرا فیض و برکت در جایی است که پاکیزگی و آبادی باشد. فضیلت دیگری نوروز این است که آدمان به استقبال آن با خوشحالی زیاد آمادگی می بینند که نو عداوت را فراموش می کنند. روز نو و جشن سری سال را با امید آن که سال پرفیض با برکت آید با دل و نیت پاک و سر لباس تازه و آزاده پیشواز می گیرند. ما تاجیکان صاحب ادبیات و فرهنگ غنی و قدیمه بوده اکثری تشبس‌های بین المللی که در عرصه جهانی از جانب تاجیکستان صاحب استقلال پیشبری کرده می شوند محض از همین فرهنگ و معنویات دیرینه خلقمان سرچشمه می گیرند. بسا رمزی است که 22 مارس سال 2018 در ایام نوروزی و در روز جهانی آب تطبیق تشبس نوی تاجیکستان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 آغاز گردید. یعنی حالا ابتکار چهارم کشور ما در مقیاس سیاره عملی شده ایستاده است که البته مایه سرفرازی و افتخار هر یک شهروند مملکت می باشد. تشبس‌های سطحی بین المللی تاجیکستان در مسئله آب بی سبب نیستند. زیرا آب در تمدن و فرهنگ مردم آریای نژاد ما عصرهای عصر مقام بسیار بلند و ارزشمند داشته. خلق تاجیک از زمانهای قدیم چون مردم شهرساز و شهرنشین، کشاورز و آبادگر و صاحب مرکزهای باستانی و اعتراف گردیده مدنیت زمینداری شناخته شده است. امید داریم که نوروز امسال با قدم‌های مبارک خود به مردم کهن بنیاد و تمدن ساز و زحمت دوست تاجیک در راه تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه و آبادانی کشور صاحب استقلالمان فتح و گشایش‌های نو می آورد. ما نوروز امساله را در ایام جشن می گیریم که در سراسر مملکت کار و پیکار سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان ادامه دارد. مردم سربلند ما خوب می دانند که استقلال واقعی را تنها با زحمت سازنده، تفکر پیشرفته، احساس گرمی وطن دوستی و مسئولیت بلند شهروندی می توان پشتیبانی کرد و تحکیم و تقویت بخشید. این رسالت تاریخی و قرض مقدس شهروندی در شرایط نهایت حساس و اوضاع مرکب سیاسی و نظامی جهانی امروزه بر دوش ما و شما یعنی هر یک فرد باننگ ناموس جامعه وظیفه‌های بسا دشوار، پرمسئولیت و تقدیرساز بگذارد. در شرایط با وجود آمده کنونی ما باید برای حمایه استقلال و آزادی وطن مقدسمان و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی امان آماده باشیم. در پیشاروی دولت صاحب استقلال ما برای سالهای نزدیکترین هدفهای بزرگ استراتژی و سرنوشت‌ساز قرار دارند که
ما باید همیشه در اندیشه تطبیق عملی آنها باشیم. هموطنان عزیز، یکی از سنت‌های انسان دوستانه نوروز بخشش گناه یکدیگر، نوازش یتیمان و معیوبان، عیادت پدر و مادران، بیماران و کلانسالان و خیر و سخاوت به درماندگان و نیازمندان می باشد. باعث قناعتمندی است که جوانمردان سخاوتمند ما این عنعنه نیک نیاگانمان را ادامه بخشیده به یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت و محتاجان پیوسته دست مدد دراز می کنند. ما جشن باستانی نیاگانمان نوروز بین المللی را در دولت صاحب اختیار و آباد و در شرایط صلح و ثبات کامل تجلیل می نماییم که این نعمت بزرگ است. ما باید به قدر این نعمت رسیم و شکرانه آن را بجا آوریم. به خرد و بزرگ مردم عزیز تاجیکستان مراجعت می کنم که وطن محبوبمان را صدقاً دوست دارید، با صبر و تحمل باشید، عزت و احترام همدیگر را بجا آورید، در لحظه های دشوار دست همدیگر را گیرید و شکرانه کنید که در وطن آرام و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار عمر به سر میبرید. 2 سال گذشته، یعنی دوره پهنشوی بیماری کووید 19 نشان داد که همه دولت ها در لحظه های وزنین در فکر مردم خود و در تلاش حل مشکلات خویش می باشند. در چنین وضعیت کمچینی محصولات، بالاروی نرخ‌ها، قطع گردیدن انتقال مال و محصولات و حتی مواد دارویی در بین کشورها باعث اذیت میلیون‌ها نفر آدمان گردید. مردم شریف تاجیکستان باید در یاد داشته باشند که ما روزهای از این هم وزنین‌تر، سالهای بسیار سخت و هلاکتبار جنگ تحمیلی شهروندی و 2 سال پهنشوی بیماری کووید 19 را پس سر کردیم. از این لحاظ ما باید با صبر و تحمل باشیم، با واهمه و تعلق نیفتیم و باور داشته باشیم که مشکلات امروزه موقتی و گذرانده اند. در چنین شرایط ما هرگز نباید با امید دیگران شویم. این بد نیست سرجم و متحد باشیم، اهلانه کار کنیم، صافدلانه زحمت کشیم و کمبودی و مشکل‌های زندگیمان را خودمان برطرف سازیم. مخصوصاً دهقانان اصیل ما که صاحب تجربه زیاد کشاورزی و مدنیت بلند زمینداری می باشند، باید از هر روز مساعد بهاری عاقلانه و ثمرناک استفاده برده کشتکار بهاری را که عامل تامین کننده فیض و برکت خوان نوروزی و روزگار خلقمان به حساب می رود وسعت بخشند. ضرور است که استفاده هر یک وجب زمین و از زمین‌های آبی رویانیدن 3-4 حاصل تامین کرده شود. این یکی از راه‌های اساسی با محصولات استحصال خودی هرچی بهتر تامین نمودن اهالی و پیشگیری کردن بالاروی نرخ مواد غذایی می باشد. در دوره‌ای که بشریت وزنین‌ترین سالهای تاریخ خود را از سر می‌گذراند، ما باز هم بیشتر صرفه‌کار باشیم و به اسرافکاری راه ندهیم. ماه اپریل سال گذشته در مراجعت خود به مردم تاجیکستان
وضعیت نهایت مشکل جهانی را تاکید کرده بودم. سال جاری وابسته به تحریم‌های اقتصادی و دیگر نزاع‌هایی که روز به روز شدت گرفته ایستادند، وضع تأمینات با مواد غذایی در بسیار منطقه‌های عالم خیلی مشکل گردیده است که تأثیر آن به همه از جمله به کشور ما نیز می‌رسد. بار دیگر تاکید می‌سازم که با در نظر داشت وضع به عمل آمده هر یک عائله باید صرفه و سرشته‌کاری را رعایت نماید. چنانکه سالهای آخر بارها خاطر نشان کرده بودم، هر یک عائله باید ذخیره 2 ساله مواد غذایی را داشته باشد. همچنین خاطر نشان می سازم که ما باید به تعلیم و تربیت فرزندانمان، رشد علم و معارف، بخصوص علمهای طبیعی دقیق و ریاضی که اساس آماده کردن کادرهای آینده سازی ملی می باشند، اعتبار اولین درجه ظاهر نماییم و نگذاریم که در بین جامعه ما و مخصوصاً نورسان و جوانان اندیشه های خرافاتی و تعصب و عنصرهای فرهنگ بیگانه نفوذ پیدا نمایند. جشن نوروز که امروزها در دیار بیشتاسای ما تجلیل می گردد، پیوندگری زمانها، نگهدارنده سنت های والای نیاگان، ریشه پیوند نسلها، بازگشت به اصل خویش و احیای بهترین رسم و آیین و عنعنه‌های ملیمان می باشد. باور دارم که ما با زحمت اهلانه مردم زحمت قرینمان به هدفهای نیک خود می رسیم و تاجیکستان محبوبمان را در آینده نزدیک به یک ملک آباد و پیشرفته تبدیل می دهیم و نفوذ و آبروی آن را در بین جامعه جهانی باز هم تحکیم و تقویت می باشیم. بار دیگر فرارسی سال نو اجدادی، نوروز بین المللی را به تمام مردم شریف مملکت، هموطنان برون مرزی، کل تاجیکان و فارسی زبانان جهان و مردمان حوزه تمدن نوروز صمیمانه تبریک و تهنیت گفته آرزو می نمایم که بخت و سعادت و خیر و برکت در هر خاندان کشورمان و صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در تاجیکستان صاحب استقلالمان جاویدانه باشد. جشن فرخنده نوروز بین المللی مبارک باشد هموطنان عزیز.